آبا ماهی، آدمی که کم حرفه ولی هر حرفش پر از معناست. ظاهرم آرومه اما درونم مثل یه دریا پرتلاطم. یه روز پر از لبخند و عشقم، یه روزم غرق تو سکوت و تنهایی. من یه چیزو یا با تمام وجودم میخوام یا اصلا نمیخوامش. عشق واسه من یه بازی نیست، یه ایمان عمیق. اگه عاشق بشم تمام خودمو میذارم وسط، ولی اگه حس کنم دروغی هست، همونقدر که با عشق ساختمش با قاطعیتم تمومش. من عاشق خاص بودنم. وقتی عصبانیم فریاد نمیزنم، بیشتر سکوت میکنم، اما اون سکوت هزاران حرف نگفته تو خودش داره. آدم خیلی صبوریم، اما اگه صبرم لبریز بشه دیگه هیچ راه برگشتی نیست. هیچ کس هیچ وقت نمیفهمه تو ذهن یه آبا ماهی چی میگذره.